خب بسم الله الرحمن الرحیم. ما سکول انتخاب میکنم. سکول سیستا سکول یک MIS هسته به خاطر MIS سکول منیجمنت سیستم. اینجا ما میتونیم که استودنت ها را راجستر کنیم برای یک مکتب، نتایج از او، حاضری از او، تمام چیزها را. درست است؟ اول میایم یک چیزا تیبل ها را میسازیم. درست؟ شاید نام دیتابیس ما چی باشه؟ نام دیتابیس ما سکول باشه. سکول صحیح. باز داخل سکول یعنی سکول دیتابیس ما چی داریم؟ تیبلز داریم. اینمی تیبل ها هستند. تیبلز اینمی تیبل هستند. تیبل ها که هستند کدام تیبل ها هستند؟ یک. یوزر را می سازیم. اول یک یوزر اکانت باید داشته باشه. درست؟ یوزر. دوم خود استودنت. سوم teacher and 4 is staff. 5 باید چی باشه؟ exam. 6 and 6 خود او exam میه. خب فی سیستا باید زو attendance. صحیح است؟ باید زوم کم زیاد میشه باز ما میبینیم. درست است؟ شاید یک سابجکت هم بیه. خواه چی بیه؟ کلاس بیه. کلاس کلاس هم میسازیم. بازو یک چی را میسازیم؟ سابجکت. درست است؟ سابجکت هم میسازیم. این تیبل ها هستند داخل دیتابیس به نام سکول. تیبل ها کدام هستند؟ اینمی هستند. حالا میایم داخل یوزر. یوزر کدام اتریبیوتس داره؟ اینمی تیبل که ما میگیم تیبل. صحیح است؟ تیبل یعنی چی؟ یعنی انتیتی. انتیتی یا آبجکت. صحیح است؟ what is entity? entity is a real world object. یو شی توای. ما که میگیم یک مارسل یک آبجکت است، یک انتیتی است. تیبل خودش چی است؟ یک انتیتی است، آبجکت است. درست است؟ باز آبجکت چی داره؟ اتریبیوتس داره. هر آبجکت چی لري؟ اتریبیوتس لري بیا. صحیح ده کنه؟ اوس دا موږ سره انتیتی شو. یوزر موږ سره انتیتی ده او په دې کې اتریبیوتس څه شی دي؟ اوس موږ سره اتریبیوتس دا غړي د خصوصیات یا پراپرتیز کنه. اونمو کالم ها را که ما میگیم. درست؟ ببینین یک جدول یک آبجکت که است چی ساخته میشه؟ مجموعه چیست؟ columns and rows یا rows and columns. rows and columns. درست است؟ یعنی خود یوزر که است این یک انتیتی است. در کدام رو ها کدام کالم ها هستند. کالم ها را مشخص میکنیم اینجا. درست؟ خب کدام کالم داریم؟ اول student ID. ID است یک. باید زو name f name. باید زو last name class. باید زو شاگرد دیگه چی داره؟ کدام کلاس است؟ درست؟ admission date. صحیح است؟ فی داره. باید زو پیکچر نداره. پیکچر هم داره نه. اگر ما ببینیم اگر ادوانس چیز باشه واضح تو میاد کلاس کدام است، سکشن، تایم، این چیزا هم باز میاد. کدام سکشن ده کدام بخش است؟ A سکشن، B سکشن، C سکشن. این کدام است؟ درست؟ خب فعلا همین چیزا باشن. باز کانتکت نمبر هم شاید باشه. کانتکت اندرسکور نمبر. اینمی بسیار خوب. ما در کدام تیبل را اضافه کردیم؟ در یوزر. یا باید بیاریم در کجا؟ در استودنت باید بیاریم. اینجا یک آیدی است. آیدی، یوزر نیم and پاسورد. اگر ادوانس باشه باز اینجا لیول هم میاد. چی میاد؟ لیول. دیگه یوزر نیم پاسورد تمام کی باشه؟ چی باشه؟ کی به خاطر چی؟ خاطر داخل
کی باشه؟ هدف تو این چیز است کی؟ کی مثلا یک دو سه چیزا باشه. انا پاسورد باشه. خب در اینجا مشکلی است خواه آیدی خو با خاطر شمارش است که چند تا هستن. یک یوزرنیم اگر ما اتنتیکیشن سیستم رو ببینیم اتنتیکیشن یوزرنیم و پاسورد مهم است. ای تو بوده میتونه که یوزرنیم انتخاب کنه. به طور مثال یوزرنیم کیسته؟ به مثال یک نفر من نوشته میکنه ahmad@gmail.com پاسورد خودم نوشته میکنه. لیول باید انتخاب کنه. لیول به چی معنی؟ ادمین است، استاف است، استودنت است. برای باز ما کی داده میتونیم. به طور مثال 1 3 5 اینو داده میتونیم، یا 2 4 6 اینو داده میتونیم. صحیح است؟ برای کی میتیم که یک دراپ داون منیو را میسازیم. اول که یک نفر می یوزرنیم خود نوشته میکنه، باز او پاسورد خود نوشته میکنه. لیول باید انتخاب کنه که کی است. صحیح است؟ در دیتابیس ما باید بجای ادمین برای کی بتیم. مشکل نیست، یا مستقیم نام نوشته کرده میتونه. این لیول به چی معنی؟ اینمی نفر که اگر ادمین است این مکمل کنترل داره. به طور مثال اگر یک استاف به طور مثال یک نفر بدون ادمین که داخل شده میتونه یوزرنیم پاسورد داره، لیکن نمیتونه رکورد را دیلیت کنه، اپدیت کنه، صرف دیده میتونه. خلاص صرف رکورد خود دیده میتونه، رکورد دیگر را دیده نمیتونه. این لیول ها هستن. باید انتخاب کنه. درست است؟ او لیول که ادمین ما انتخاب یا استاف یا استودنت هر څوک چې هغه ادارې ته وګوري حتی پورې د شتا شروع کړی. خود استودنت کس اینمی اتریبیوتس داره. ID name, F name, class, admission date, بارزو fee, بارزو picture, بارزو contact number. columns دی روز نه دی columns دی سر attributes یا properties هم مرتا ہے. properties column یا attributes. درست است؟ یعنی به column چیه که است attributes. صحیح؟ یا خود کالم یا هم پراپرتیز. درست است؟ برای رو که از رو چی گفته میشه؟ ریکاردز. روز یعنی ریکاردز. یک مکمل ریکارد که ما میگیم که آیدی نیم، آیدی نمبر 1 نام احمد، دیپارتمنت کامپیوتر ساینس، فکلتی آیتی، تایم سمستر 6، این مکمل یک ریکارد شد. صحیح است؟ لیکن خود یک کالم که است او چی است؟ باز اتریبیوت است. درست است؟ خب در استودنت اینمی چیزها را ما داریم، اینمی ها را داریم. باید از او تیچر است. تیچر هم آیدی داره، نیم داره. صحیح است؟ باید چی داره؟ اینجا ما ماش نشته نکنیم. در کدام کلاس درس میتنه؟ ما به نام کلاس صحیح است؟ خب در این سبجیکت میاد در استودنت نمیانه. در اینجا سبجیکت خو یک سبجیکت زیاد مضامین هستند اکثر معلوم هستند. درست؟ خیلی باز ما نرمالایز میکنیم، میبینیم کدام چیزا کجا باید باشه. درست است؟ ID name در کدام صنف درس میده؟ صحیح است؟ first name last name. خب این کدام شکل خاص نیست که ما را فاینل کنیم. فی الحال ما عمومی صحبت میکنیم درباره اتریبیوت. صحیح است؟ به مثال سالری داره. صحیح است؟ باید از او چی است؟ هایرینگ دیت است. هایرینگ دیت کدام تاریخ ایره ما گرفتیم یا برای از او چی کردیم؟ هایر کردیم ما ایره. درست است؟ مهم قسم کدام ها هستند فی الحال؟ در فی میایم. خب یک را ما باز میبینیم. خب در فی چی مهم است؟ کدام چیزا میایم؟ یک آیدی است. بایزو چی؟ به چی معنی نیم؟
فی منت نمیه منتلی فی صحیح است نه خود منت میه یک دفعه منت میه بعد از او فی میه درست یعنی درست د فی دیگه باید چی بیه ریمینینگ نمیه دیوز باقی میتونه نه دیوز باید داشته باشه یک نفر فی میده باید دیوز هم نوشته شوانه که چند مانده بطور مثال 1000 فیس است 500 دلار 500 باید در دیوز برسه این همی هستن خوی به شکل عمومی ما صحبت میکنیم درباره این همی او منت شد منتلی فی می باشه نه جنوری فبروری می درست چند فی میده چند باقی داری داره آیدی خواهیدی شد اینجا باید کلاس بیایه نه برای کدام کلاس میده صحیح است لکم کلاس لپاره ورکی کم صنف که ده ده فی ده کم صنف ده صحیح است اینجا باید خب کلاس آیدی را اینجا آورده میتونیم باز صحیح است کلاس آیدی را شاید اینجا بیاریم باز خب بس فی الحال خو امدادی رسته و بیا گورو آیدی اینجا مد میه صحیح است attendance چی میاد اینجا آیدی month باید چی بیاد اینجا نیم نبیاد نیم صحیح است month وایزو تعداد غیر حاضی را پیدا کنم حاضری خو مهم نیست غیر حاضی را باید پیدا کنم صحیح است absent days تعداد غیر حاضری صحیح است این همی باید باشن خب میبینیم فی الحال مکمل رشته نمیکنیم با کلاس آیدی است یک کلاس نیم کلاس نیم است بس دیگه چیز نداره لسن خب باز میبینیم سبجکت چی میه باز سبجکت آیدی سبجکت نیم صحیح است اینه میشه خب میره باز ساده تر میسازیم درست خب در staff چی میه آیدی میه باید staff name در exam باز چی میه exam آیدی باز subject underscore name خدا اینجا بود نه subject name او باز فارنکی میسازیم مشکل نیست خب در اینجا باید subject بیا subject در کدام subject است چند مارکس گرفته خواه صحیح است آیدی subject کلاس نباید بیاد اینجا باید کلاس هم بیانه کلاس باید ازو subject بیا باید ازو مارکس نبیا مارکس like percentage بیا باید ازو grade بیا اینمیسته any result یا grade درست است exam date بیا exam underscore date درست است خب فی الحال ما ایرا باید نرمالایز میکنیم درست است باز میبینیم کدام چیز کم زیاد است درست است خب
امروز پیش نمیریم، درست؟ چرا که خو اینا هم نامدن، تمامشون باید اینجا می بودن. خب ما چطور کار میکنیم؟ مسلسله کار ما اول خب میبینیم دیگه کم زیاد باید نباشه. یک بازو کار شروع میکنیم در دیتابیس، لیکن پیش از دیتابیس ما JDBC را و کلاس هایی که بخاطر کنکتیویتی و چیزا استفاده میشن و بعضی موضوعات که مانند او را کلیر میکنیم با رزومه مستقیم صرف بالای اینمی یک پروژه کوچکی ما که است بازو کار شروع میکنیم. درست است؟ این شاید اینکم اکسپنس هم باشه، اینکم اند اکسپنس تیبل ها هم باید بسازیم. مصارفات میانی مصارفات اینجا باید نشته کنیم. تیبل مثلا تجربه در جدول چه مثلا او دا به دیتابیس کی جو هغه اسانه دي خبره دا ټول نه مهم کار نه دی ای را با کدام نام یاد کلمه تعلیمات د بک اند ما انالایز میکنیم دیتابیس ما دیزاین میکنیم چطور دیزاین شوه انالایز شوه کدام فیلد ها بیا کدام تیبل ها باید بیا. درست؟ اینمی کار بسیار مهم می باشه. ما خو اول شاپا گفتیم خو یک دم در مکتب آمدیم مشکل نیست. تو خوب می بود که در یک مکتب می رفتیم کورسان میکردین شما کدام چیزا با کدام شکل شما انتر میکنین کدام چیزا را دارین براتون بسازیم. این بسیار خوب میاد ویزیت کنین شما خوب است براتون. درست؟ بخاطر آینده که شما کار میکنین با شکل پروژه‌ای شما بسیار با آسانی میتونین که ریکوایرمنتس گیدر کنین. درست است؟ خب فی الحال خب ما اینمی را صرف اضافه کردیم. اینمی را چی میگه فرانت اند بک اند چی میشه تمام چیزا را براتون ان شاء الله درس آینده براتون تشریح میدم. درست است؟ انالایز و دیزاین براتون یک کمی معلومات میده. کلیر؟ کی ها چی هستن این را باید بخوانید شما. اگر ما اینجا کی را اضافه کنیم فارن کی پرایمری کی ما دیدیم مال فی الحال که شما دیتابیس نخوانید هیچ که نخوانید فارن کی پرایمری کی ریلیشنشیپ ها این باید براتون چی شود تشریح شود. این اما تو باشه خیر زیر پسان ما تغییرات آورده میتونیم دیگه مشکل نیست. درست است؟ I think it's enough for today. Sir,